فصل 15. قربانیان احتمالی دستکاری ذهنی. به این سوال می رسیم که چطور می توان گفت که کنترلگرها چه کسانی و با چه ویژگی هایی را بیشتر به عنوان سوژه خود برمیگزینند. کنترلگرها عموماً به دو گروه شخصیتی مجزا از هم علاقه بیشتری دارند. گروه اول افراد در رابطه یا کسانی هستند که خواستار میزان مشخص عشق و علاقه هستند. عشق یک مسئله جهانی و همه‌گیر است. عشق احساس غریزی و نهادی نشده در انسان است. ما به عنوان انسان نسبت به وجود و ضرورت عشق آگاهی کامل داریم. ما عشق می‌ورزیم و عشقی که به ما داده می‌شود را احساس می‌کنیم. ما از این احساس لذت می‌بریم. هیچکس به اندازه فردی که عاشق است و می‌داند که این عشق دو طرفه است و فرد مقابل نیز عاشق اوست از زندگیش لذت نمی‌برد. دلیل ابتدایی شکلگیری هر دوستی نیز احساس عشق است. با توجه به آنچه تاکنون گفتم، احتمالاً خود نیز متوجه این مطلب شده اید که در چنین شرایطی و با وجود چنین عنصر قدرتمندی همه چیز ممکن است. از مسیر درست خود خارج شده و از عشق نیز ممکن است به عنوان اهرمی برای مذاکره بر سر داشتن اختیارات و اقتدار بیشتر نسبت به شخص دیگری استفاده شود. اکنون به برخی از جنبه‌های مربوط به روانشناسی تاریک به این مطلب می‌پردازیم. ممکن است تاکنون جملاتی با این مضمون شنیده باشید که برای به دست آوردن آنچه می‌خواهی از هیچ عملی فروگذار نکن. این جمله اغلب در کمپانی‌های سرتاسر جهان دست به دست می‌چرخد. حال دستکاری آن چیزی است که برخی افراد در روابط برای رسیدن به خواسته‌هایشان از آن فروگذار نمی‌کنند. اما وقتی صحبت از روانشناسی تاریک به میان می آید، اصولاً همه افراد دخیل از نتیجه سود نمیبرند. این روند ممکن است برای فرد قربانی شدیداً مخرب نیز باشد. توجهتان را به مسائلی در این حوزه جلب می کنم. یک زوج را در نظر بگیرید. بیایید این دو زوج را دیو و مایا بنامیم. شخصیت دیو و مایا کاملاً در تضاد با هم قرار دارد. دیو مردی علاقمند به خانه و خانواده است و دوست دارد بیشتر زمانش را در خانه بگذراند و مایا در آن طرف قضیه زن شدیداً برونگرا و اجتماعی است و دوستان زیادی دارد. در ابتدا به نظر می رسد که این تفاوت‌های شخصیتی چندان مشکل ساز نباشند و ممکن است این دو فرد بتوانند مکمل هم باشند. اما دیو علاقه دارد که کنترل بیشتری روی مایا و رفت و آمدهایش داشته باشد و از طرفی نمیتواند از روش مستقیم و یا با استفاده از زور مایا را مجبور به اطاعت بیشتر از خود کند. به همین خاطر او شروع به ریختن برنامه‌ای برای تحت کنترل گرفتن مایا میکند. او شروع به جمع آوری اطلاعات جزئی در مورد مایا و دوستانش میکند. ابتدا به برخی ویژگی‌های دوستان مایا اشاره کرده و آنها را تحسین میکند و گاهی نیز مایا را با آنان مقایسه کرده و حتی کنایه کوچکی به مایا در مورد خوش‌اندامی دوستانش میزند و به این طریق اعتماد به نفس مایا را پایین می آورد. سپس به مایا می گوید که دوستانش با این کارها و ظواهر دلفریب قصد آزار رساندن به او را دارند و مایا در هر دور همی دوستانه بیشتر به این مسائل دقت می کند و سعی می کند این تئوری خودساخته‌ای که دیو در سرش پرورانده را امتحان کند. هر بار که مایا نسبت به این موضوع حساستر می شود، بذرهای شک بیشتر در دلش جوانه می زنند تا جایی که او مطمئن می شود که حرفهای دیو درست بوده و فاصله او با دوستانش مدام بیشتر می شود. در نهایت مایا چنین تصور می کند که تنها کسی که حقیقتاً او را دوست داشته و به او اهمیت می داده است دیو بوده. این باعث می شود که بخواهد خودش را وقف دیو کرده و هر کاری که موجب خوشحالی او می شود را برایش انجام دهد. به این صورت دیو مایا را به طور کامل تحت کنترل خود در می آورد. اکنون با توجه به این مثال دیدیم که گاهی روابط عاطفی میان دو فرد از طریق دستکاری و فریب برای تحقق خواسته های یکی از طرفین رابطه بدل می شود. روابط ممکن است در ابتدا با نیت صحیح و قصد خوبی شروع شوند، اما در نهایت به ضرر یکی از طرفین ختم شوند. شباهت همه این مثالها در آنجایی است که قربانی تمام تلاشش را برای برآورده کردن خواسته های طرف مقابل به کار می گیرد. پس تمایل ما به سوی عشق و دوست داشته شدن و خود می تواند ما را مستعد قربانی شدن در این روابط کند. این علاقه حتی می تواند دستکاری شود و برای منافع دیگران استفاده شود.
دسته دومی که افراد کنترلگر علاقه به سوژه قرار دادن و دستکاری کردن ذهنشان دارند، افراد با اعتقادات مذهبی افراطی هستند. این افراد اصولاً به علل منطقی نهفته پشت هر عمل اعتنایی نکرده و همه چیز را به طور مستقیم با قوانین مذهبی خود می‌سنجند. به همین خاطر افراد کنترلگر علاقه دارند با نفوذ و تحریف مسائل در ذهن این افراد آنها را تحت کنترل خود درآورند. تشکیل گروهک‌های افراطی امروزی که حتی گاهی دست به اعمال مخرب و غیر انسانی میزنند نیز همین مسئله دستکاری ذهنی است. علاوه بر سردسته‌های این گروه‌های افراطی که خواسته خود را به جای خواسته خداوند جا می‌زنند و به خورد افراد می‌دهند، گروه دیگری نیز هستند که هدف مشابه با رهبران این گروهک‌های افراطی را دنبال می‌کنند. این افراد روانشناسان دروغین و رسانه‌هایی هستند که ادعای برقرار ارتباط با عالم اموات را دارند. ترس انسان از مرگ و نداشتن تصویر دقیقی از آنچه پس از مرگ برایش رخ می‌دهد، او را به سمت پذیرش حرف این افراد سوق می‌دهد که جز بهره‌وری از ترس مردم برای منفعت خود هیچ توانایی دیگری ندارند. این افراد نیز از همان ترفندهای رهبران دروغین مذهبی در فریب و دروغ برای دستکاری قربانیان خود استفاده می‌کنند. قربانیان این افراد ساعت‌ها و گاهی ماه‌ها در انتظار می‌مانند و مبالغ هنگفت می‌پردازند تا با واسطه فردی که ادعای داشتن علوم ماورایی را دارد و در 10 دقیقه کل زندگیشان را از کف دستشان می‌خواند به آن حقیقت و همگینی که در جستجوی آن هستند دست یابند. وقتی بحرانی پیش می‌آید، هر کس به سوی نقطه امن و آنچه به او دلگرمی می‌دهد باز می‌گردد. طبیعتاً دانشمندان به سراغ دانش می‌روند تا راه حل را در آن بیابند. مریض شدن نیز یکی از این بحران هاست. وقتی فردی مریض می شود به سمت درمان می رود. اگر در این مسیر فرد متوجه شود که داروهای شناخته شده تا به این زمان در درمان بیماری او شکست خورده اند و سراغ راه حل‌های نامتعارفی برای بهبود بخشیدن به حال خود خواهد گشت و در نتیجه سر از مکانهایی در می آورد که افرادی در آن بدون هیچ دستاورد قابل اثبات ادعا می کنند که می توانند مریضی اش را درمان کنند. متاسفانه این راه حل‌ها اصولاً بسیار خطرناک، گران و غیر مطمئن هستند. اما برای فردی که خود را در خطر مرگ می‌بیند، پرداخت هر مبلغی به داشتن یک شانس دوباره برای زندگی می‌ارزد. و افراد متقلب و فریبکار خوب از این موضوع مطلع‌اند. علت این مسئله آن است که شما در سخت‌ترین زمان بحران و ضعیف‌ترین حال ممکن برای دفاع از خود قرار دارید و این افراد به خصوص خوب می‌دانند چطور باید از این وضعیت شما به سود خود نفع ببرند. البته چنین مسائلی نیز فقط به هنگام بروز بحران رخ نمی‌دهند. شما تبلیغات بسیاری مبنی بر کشف داروی جدید برای کاهش وزن، رویش مو یا مسائلی از این دست مشاهده می‌کنید. فردی می‌نشیند و ادعا می‌کند که با تضمین کامل عملکرد چنین محصولی را به شما ارائه می‌کند، در حالی که هیچ نظریه پزشکی یا علمی اثبات شده‌ای در پس آن وجود ندارد. بسیاری از افراد نیز در طول این مکالمات قانع شده و بر اساس اطلاعاتی که به آنان ارائه شده محصول را به امید گرفتن نتیجه بیان شده خریداری می‌کنند.